الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 75 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یک چند موضوعهایی که تعلق به توحید الوهیت دارد به شما شرح و بیان و توضیح خواهیم کرد. اولا حقیقت الوهیت باید به شما بیان کرده شود. حقیقت الوهیت چیست؟ الوهیت این همه عبادت های است که الله سبحانه و تعالی ما را به اون انجام عبادت امر کرده است و هر کسی که انجام داد ثواب میگیرد و کسی که ترک کرد عقاب میگیرد، یعنی عذابش است به ترک کننده. اما خیلی که به شما در حلقه های گذشته بیان کردیم، اله این همان است که قلبها به سوی او می روند و قلبها به سوی این اله حق مائلند و به کمال حب دوستداری و به کمال بزرگشماری الله و به کمال اجلال و اکرام و به کمال ترس و خوف و رجا و امید و توکل به سوی او می روند. اله حق همان ذات است که اطاعت کرده می شود و به او سرپیچ کرده نمی شود، عصیان و گناه کرده نمی شود. وقتی که عصیان و گناه انجام داده شد زود توبه کرده می شود. چرا؟ هیبتن، زیرا که الله هیبت دارد، ترس از الله، از سبب ترس الله، از سبب بزرگ دانستن الله، از سبب اجلالش. پس برادران و خواهران بزرگوارم، الوهیت این عبادت است. عین عبادت همین الوهیت. ما چه خیلی گفتیم الوهیت، گفته صفت الله را میگیم که الوهیت یعنی اله است که باید عبادت کرده شود. الوهیت گفته عبادت را میگیم و الوهیت گفته عبودیت را میگیم، باز همون عبادتی که بنده انجام میدهد. اما عبادت چیست؟ عبادتی که ربط شدید به الوهیت دارد. همون عبادت خود الوهیت است و الوهیت خود عبادت است. ما وقتی میگوییم توحید الالوهیه، معناش این است که توحید عبادت گفتیم، یعنی نسبت دادن عبادت یگانه به الله، یعنی عبادت را تنها به الله انجام دادن. پس عبادت چیست؟ وقتی که توحید الوهیت، توحید عبادت را فهمیدید، باید عبادت را هم فهمید که عبادت چی قاعده دارد. ما دایره عبادت رو باید بدانیم، ضابط و قاعده که ما رو میفهموند که کدام چیزها عبادت است و کدام چیزها عبادت نیست باید بدانیم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن که العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت این همان اسم جامعی هست که در برگیرنده همه آن چیزهایی است که الله دوست می دارد و از اون عمل، از انجام اون عمل راضی می شود. از سخنها و از عملها ظاهر و باطن. باید بدانید که اقوال، وقتی که میگیم قول، این سخن است. قول کلمه عربی سخن است. سخن هم سخنی زبانی هست و هم سخنی قلبی هست.
سخن قلب این اعتقاد قلب است، علم قلب است، تصدیق نمودن قلب است. توحید ربوبیت این همه اعتقادی است. توحید ربوبیت این سخن قلب است، اعتقاد قلب است. اعتقاد قلب رو ما چی میگیم؟ سخن قلب، قول قلب. یعنی هیچ عمل در اینجا قلب عمل نمی کند، فقط قلب باید داند و باید به همون باور کند، تصدیق کند، اقرار کند. بارک الله فیکم. ما میدونیم که الله وجود دارد. ما میدونیم که الله رسولانش را فرستاده است. ما میدونیم که تقدیر است، نیکی و بدی هست. تقدیر نیکی، بدی. ما میدونیم که الله کتابهایش را فرستاده است و آخرین کتابش این قرآن است و محمد صلی الله علیه و آله آخرین رسول الله هستند. روز قیامت است، جنت است، دوزخ است، حساب کتاب است. همه این چیزها خبر است که الله به ما خبر داده است. ما به اینها چیکار میکنیم؟ اول اینها رو میآموزیم، یعنی فهمیدیم، به ما خبر رسید، خبر رو فهمیدیم. بعد از اینکه فهمیدیم تصدیق میکنیم، اقرار کردیم، تصدیق کردیم، باور میکنیم. یعنی تصدیق کردن معناش این است که اقرار کردن و قبول کردن و باور کردن، عمل کردن اگر جایی که عمل باشد. پس سخن قلب این اعتقاد قلب است، عمل قلب است. سخن زبان این همه ذکر و تلاوت و گفتن لا اله الا الله و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و ترک تمام محرمات، این چی است؟ سخنی زبان است. پس عمل هم سخنی زبان و هم سخنی دل است. همین عبادت است. با قلب موحد شدن از جانب قول قلب، سخن قلب که یگانه دانستن الله با اسما و صفاتش، با ربوبیتش، اعتقاد کردن به این، به الوهیتش، این همه از اعتقادات. این توحید ربوبیت، توحید الطلب بگیم، یا که توحید المعرفة والاثبات، توحید النظری علمی. بارک الله فیکم. این عبادت است و عملهای جسمی که انسان انجام میدهد، این عبادت است. پس عبادت را شما فقط در دایره سجده کردن و رکوع کردنی که فقط به چشم شما همین می نماید همچنین فکر نکنید. عبادت بین زیاد است. عبادت فقط ظاهری نیست، عبادت هم باطنی هست و هم ظاهری است. شریعت الله، دین الله سبحانه و تعالی به دو قسم تقسیم می شود: خبر الله و طلب الله. به خبرهای الله تصدیق کردن به زبان و با دل، و به طلب الله لبیک گفتن و طلباتهای الله را به جا آوردن و عمل کردن. هر دویش هم عبادت است. تصدیق کردن خبرهای الله، اقرار کردن و ایمان آوردن و باوری کردن و عمل کردن در جایی که الله طلب میکند. طلب میکند که عبادت را انجام بدهید و طلب میکند که منکرات را ترک نمایید. همه این عبادت است. ترک کردن گناه هم عبادت است. عبادت ظاهری دارد، باطنی. ظاهری که دیده می شود، باطنی که قلبی است. باطنی عبادت های اعتقادی و عملی قلب. عملی قلب این از سخن قلب دیده فرق دارد. پس قلب هم به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم قلب این سخن قلب است که به خبرهای الله ربط دارد. به خبرهای الله یعنی روبرو هست. این قسم قلب خبرهای الله را تصدیق می کند، اقرار می کند. این را سخن قلب، قول قلب گفته می شود. و یک قسم قلب این عملی قلب است. سخن قلب نیست، این عملی قلب است. در این حالت قلب عمل می کند به مانند حب. این هم باطنی هست اما عملی قلب است. دوست داشتن، خوف، ترسیدن، رجا، امید کردن، توکل کردن، تکیه کردن به الله، یعنی تمامی حالتون به الله سپاریدن، دعا کردن به قلب. و یا که دعا کردن، سجده کردن، البته این ظاهری است. البته نیت، اراده، قصد، اینها همه بارک الله فیکم قلب، عملی قلب است. هر کسی که از این عبادت‌های قلبی رو، یا سخن قلب، یا که عملی قلب، یا عبادت‌های ظاهری رو به مانند دعا، سجده، ذبح کردن، نذر کردن، طواف، رکوع، سجود،
این عبادت ها رو هر کسی که به غیر الله انجام بدهد او کافر است و مشرک است. او را توبه کنونیده می شود. او را کشته نمی شود اول یک باره. او را قپیده دستگیر کرده توبه کنونیده می شود. اگر دولتی مسلمانی باشد و اسلامی باشد. اگر توبه کرد البته باز رهایش کرده می شود، توبهش قبول است. اما اگر توبه نکرد او همچون مرتد کشته می شود. سبحان الله. اما باید بدونید که در مسئله دشنام الله و رسول، هر کسی که الله را دشنام می دهد، رسول الله را دشنام می دهد صلی الله علیه و سلم، در این مسئله علما میگن که توبه کند هم کشته می شود، خصوصا دشنام رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس هر کسی که این عبادت های ظاهری یا باطنی را، عبادت هایی که به زبان است یا به سخنی قلب است یا به عملی قلب است یا به عملی جسم است، به غیر الله انجام بدهد، این عبادتش قبول نیست. این طاعتش قبول نیست. این عبادتش قبول نیست. این نمازش و این حجش و روزهش قبول نیست. این ذبحش قبول نیست. این انسان مشرک می شود اگر به غیر الله انجام بدهد. و جهل در شرک اکبر عذر نیست. و اگر در حالت شرک وفات بکند خالداً مخلداً ابداً در جهنم باقی میماند. اگر حجت، البته در مسئله جهنمیش میگیم که اگر حجت رسیده باشد. برای همین باید در مسئله مشرک احتیاط باشید که ما یک کسی رو میبینیم که شرک رو انجام داد، شرک اکبر رو میگیم که مشرک است. اما در مسئله حکم اسم رو میگیرد، مشرک است، اسمی شرک رو گرفت. اما در مسئله حکم یعنی خونش رو حلال کردن یا مالش رو حلال کردن یا که ای رو جهنمی گفتن چی است؟ البته قائم به حجت است. قائم به حجت است. وقتی که به این حجت رسیده باشد، بعد از حجت رسیدن مشرک باز باقی مانده باشد، ابدالابد در جهنم باقی میماند. اما اگر حجت نرسیده باشد، مشرک هست اما جاهل است. جاهل باشد اما او را باید مشرک گوییم، تکفیر کنیم، اما او را جهنمی ابدالابد گفته نمیتوانیم. برای که الله میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسوله، ما هیچ کسی رو عذاب نمیدیم تا همون وقتی که به او رسولی رو نفرستیم. یعنی حجت باید اول رسد. برای همین مشرکایی که جاهل است ما در این دنیا اونها رو مشرک میگیم، اما در روز قیامت اگر جهلشان حقیقی باشد در روز قیامت عذر است و الله اونها رو امتحان میگیرد. هر کسی از مشرکا از امتحان گذرد البته جنت میرود. اگر از امتحان نگذرد، از سنجش الله نگذرد، به جهنم میرود. این مسئله نازک است که باید فرق گذاشته شود. برای همین علما در کتاب‌های عقیده الاسماء و الاحکام میگن اسم و حکم. یک کسی شرک رو کند یک باره اسم شرک رو که مشرک است میگیرد، مشرک میشود. اما در مسئله حلال بودن خونش و مالش و سوم مسئله جهنمی گفتن او، این مسئله حکم است. در این مسئله قائم شدن حجت شرط است، شروطش همین است. بارک الله فیکم. و البته انشاءالله به شما باز این مسئله را تکرارا یک چند بار دیگر بیان میکنیم. پس عبادت به خودش رکن دارد و شرط ها دارد. همین عبادت هایی که الله عبادت گفته است، هر کاری که الله از او راضی میشود عبادت است. بارک الله فیکم. ذبح البته عبادت است. برای همین ذبح رو به بالای قبر کردید، به زیر پای یگون ایشانی کردید، این شرک است. ذبح رو بردید به نزد فالبین ساحر کردید، به خاطر جین هست، شرک است. طواف عبادت است. در گرد خانه الله طواف کردید، پس عبادت رو به غیر الله کرده، شرک است. طواف هم ذبح هم مثل دیگر عبادت ها، مثل رکوع سجود عبادت است. حکم کردن عبادت است. پس حکم رو به غیر حکم الله کردید، مشرک شدید. قانون برآوردن از آن الله هست، خاص الله است. همچنین یعنی مسائل بینوهت زیاد است. بارک الله فیکم. رکن عبادت دو تاست. رکن عبادت دو تا هست
که ما باید بدانیم. اولینش این اخلاص است. هر عبادتی که انسان انجام میدهد باید اخلاص داشته باشد. اخلاص یعنی توحید داشته باشد. یعنی این عبادت رو به الله انجام میدهد. هر عبادتی که به الله انجام داده نمی شود به غیر الله انجام داده می شود. یک، یا هر عبادتی که با همراهی الله به غیر الله هم انجام داده می شود، این عبادت باطل است، قبول نیست و هیچ فایده به صاحبش نمی بخشد. برای همین انسان وظیفه دار است که حتما باید عبادت را اول و آخر همه اش را به الله انجام بدهد. از همین جهت است که علما میگویند هر کسی که عبادت را به الله کرد اما در عبادتش ریا کرد، ریا را تا آخر عبادتش انجام داد، پس این انسان عبادتش قبول نیست، چرا که شرک در درون عبادت انجام داد. عبادت را نه به خاطر الله، به خاطر نشان دادن، به خاطر یعنی مرئی، یعنی به چشم مردم نشان دادن عبادت را انجام داد، یا هم به الله و هم به غیر الله انجام داد. پس اولین رکن عبادت برادران و خواهران عزیزم اخلاص است. پیش از این که شما یک عبادت را انجام میدهید اول نیت خود را خالصانه بکنید. البته که گفتن نیت با زبان بدعت است، اما نیت را با زبان قلب، با سخن قلب بگفتیم، یعنی توب دادن و اون را نو کردن و نیت را به خاطر الله کردن، این چی است؟ بارک الله فیکم، این عبادت است. این عبادت است. از همین جهت علما میگن، قسمی از علمای زیاده از اهل سنت و جماعت میگن نیت این سخن قلب است. نیت این سخن قلب است، اما اراده، قصد این عمل قلب است. پس از همین جهت ما میگوییم که علما گفتند به اجماع علمای اهل سنت و جماعت اولین رکن عبادت اخلاص است. اخلاص یعنی خالصانه تنها به الله انجام دادن عمل است. هر کسی که در عبادتش اخلاص ندارد او عبادتش قبول نیست. ضد اخلاص شرک است. یعنی اخلاص ندارد او شرک دارد. وقتی که اخلاص را ترک کرد شرک به جاش میاد. دومین رکن عبادت این است که انسان وقتی که یک عبادت را انجام میدهد باید بداند که این عبادت به امر الله یا به امر رسول الله انجام داده ایستاده است. این عبادت را به امر الله و رسولش انجام داده ایستاده است. یعنی علما میگند و الا یعبد الله الا بما شرع رسوله صلی الله علیه و سلم. الله را به همون شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده اند به همون شریعت عبادت کند. یعنی عبادتی که انجام میدهد باید ثابت از سنت رسول الله باشد، از پیش خودش عبادت نکند. هر عبادتی که از سنت ثابت نشده است، هر عبادتی که در عملی بارک الله فیکم پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان دیده نشده است، عبادتی که رسول الله و صحابگان انجام ندادند، این چنین عبادت رو کسی انجام میدهد این عبادتش باطل است. بمانند عبادتی بسیار عبادت صوفی ها، قبوری ها و غیره. مثلا صوفی ها چله نشینی میکنند، این عبادت میدونند، این افضل میدونند، لیکن این عبادت نیست، این بدعت است، این قبول نیست، این همچون عبادت قبول نیست، این اذیت نفس است. چرا که رسول الله آیا همین عمل رو انجام دادند؟ نه. آیا همین عمل رو به ما خبر دادند که بکنید همچون عبادت؟ نه. هیچ چیزی نه. صحابگان کردن؟ نه. این دلالت میکند که در شریعتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند این عبادت وجود ندارد. پس این عبادت رو انجام دادن اگرچه اخلاص دارید، اگرچه با اخلاص میکنید، بدعت است. همچنین مولود، گریه کنون مولود کنید، در مولود صدها رکعت نماز خوانید، در مولود ختم قرآن کنید، در مولود به سوی توحید دعوت کنید، این مولود، این نشست شما که به نام مولود است، این سبحان الله اگر به نیت مولود رفته باشید، به خاطر مولود رفته باشید، بدعت است. البته به خاطر دعوت رفته ممکن است، یعنی به این معنی که شما میروید او میکروفون رو میگیرید، میگوید که مولود شما بدعت است، به سوی توحید دعوت میکنید، ترک میکنید، میبروید، این بوکی ندارد. اما همچون طرفدار مولود با مولود رفته نشستن یا انتظار دعوت کی من دعوت میکرده باشم گفته رفته به قطار مردم شدن، این همه بدعت است. شما اگر توانید راست میروید، راست به منبر برآمده دعوت میکنید و راست گشته میبرید.
پس برادران و خواهران عزیز، از این فهمیده می شود که عبادت دو رکن دارد که به این دو رکن عبادت قبول نیست. یکمیش توحید است، یعنی اخلاص است، تنها با الله انجام دادن. دومینش بما شرع به رسوله صلی الله علیه و سلم. از همین جهت فضیل ابن عیاض که بار تابعین میگن که عبادت قبول نمی شود مگرم در همان حالی که اخلاص داشته باشد. یا که جمله اولشون این است که میگن عبادتی که اخلاص دارد اما موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و نیست قبول نیست. عبادتی که موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است اما اخلاص ندارد هم قبول نیست. در هر دو حالت هم قبول نیست. یعنی زمانی که انسان عبادت را انجام میدهد اما اخلاص ندارد قبول نیست. زمانی که اخلاص دارد اما عبادتش موافق سنت نیست قبول ندارد. عبادتش همون وقت قبول میشد که حتی یکون مخلصا و موافقا للسنه، مخلصانه با الله باشد، خالص باشد و موافق سنت باشد. و شرط ها دارد، 3 شرط دارد. شرط عبادت این است که باید انسان در حالت عبادت کردن خوف داشته باشد، ترس از الله، از بزرگی الله، از عذاب الله داشته باشد. و بعد از این امید به رحمت الله، به جنت الله، به مهربانی الله داشته باشد. و بعد از این محبت الله را داشته باشد. وقتی که عبادت میکند محبت داشته باشد. مثل صوفی ها، مثل خوارج و رافضه نباشد. خوارج ها جانبی وعیدشون، جانبی ترسشون بالا رفت. عبادت را تنها به خاطر ترس انجام میدهند. صوفی ها عبادت را تنها به خاطر رضایت الله، به خاطر محبت الله انجام میدهند. میگن که ما نه ترس از الله داریم، نه امید به رحمتش داریم، ما جنت هم نمیخوایم، دوزخ هم، از دوزخ هم نمیترسیم، ما فقط دیدار میخوایم، فقط الله دوست میداریم. اما اهل سنت و جماعت در حالت عبادت باید این 3 شرط داشته باشند: خوف، رجا و محبت. بارک الله فیکم. این است عبادت. این است عبادت. پس عبادت را تنها باید به الله انجام بدید. بزرگترین نمود عبادت که امروز شرک در اون دیده می شود این دعا هست. امروز دعا سبحان الله که باید تنها از الله کرده شود، می بینیم که بسیار انسان ها که به نام مسلمان هستند از غیر الله میکنند. نظر کنید به مزارهایی که در تاجیکستان است. هر یک دهه به خودش مزارهای الهیده دارد. هر یک ولایت به خودش مزارهای با بزرگتر دارد. مزارها در سطح ولایتی و در سطح جمهوریوی، مزارها در سطح آسیای مرکزی وجود دارد. مزارهایی که باز بزرگتر است، پولدارترها می روند، مشرکای سختتر می روند. مزارها در ازبکستان، سبحان الله، سمرقند و بخارا پر از مزار است. مقبره این نقشبندی بهاءالدین یا امام بخاری و غیره، اینها همه انسانند، هیچ فایده رسانیده نمیتوانند، پشه رو هم خلق نکرده اند، از دستشون هیچ چیزی نمیاد. مردم میروند سبحان الله عبادت میکنند. در ازبکستان یک ریشه درخت گذاشته، در گرد او مردم طواف میکنند. در تاجیکستان هم وجود دارد. هم طواف میکنند، هم دعا میکنند، هم سجده میکنند. این همه چی است؟ این همه والعیاذ بالله شرک اکبر است. همه این چنین انسان ها مشرکند، چرا که عبادت رو به غیر الله انجام میدهند. پس برادرم و خواهر عزیزم، وقتی که مشکلی داری، درد داری، رنج داری، تو باید تنها از الله دعا کنی، از الله طلب بکنی، از الله خواهی که این ضررها و مصیبتها و بلا را از بالای تو الله دور بکند. چرا که و ای یمسسک الله بضر فلا کشف له الا هو، اگر الله به کسی ضرر بدهد هیچ کسی قادر نیست که این ضرر را از بالای همون انسان بگیرد بجز الله سبحانه و تعالی. و این چنین اگر به تو الله رحم کرد، به تو نعمتش را ارزانی داشت، به تو بهترین این نعمتهای دنیا را داد، باید به الله شکر کنی، به غیر الله شکر نکنی، به غیر الله ذبح قربانی نکنی. باید تمام عبادت انسان به الله باشد. برای همین است که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش امر کرد و گفت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم که این صلاتی، همان نماز من،
و نسکی و نسک من. نسک چیست؟ نسک این یک کلمه‌ای که در درونش همه عبادت ها رو در بر میگیرد. نسک ذبح من، قربانی من، دعای من، حج من، طواف من، دیگر همه دیگر عبادت های من که انجام میدم و حیات من و مرگ من به کی است؟ به الله است. یعنی تمام عبادت رو تنها به الله انجام میدم. اطاعت من به کی است؟ به الله است. اطاعت من به غیر الله، به مشرکین نیست. از مشرکین اطاعت نمیکنم، از این قانونهای کفار اطاعت نمیکنم. اطاعت من از قانون الله است. و دومین یعنی عبادتی که امروز مردم به غیر یعنی الله در اینجا انجام میدن و مشرک میشوند، این تحاکم است. تحاکم کردن به حکم غیر الله، یعنی مراجعت کردن به حکم های غیر الله. ما میگیم مراجعت کردن به حکم الله این عبادت است. و هر کسی که همین مراجعت کردن به حکم الله را ترک میکند و به حکم غیر الله مراجعت میکند، پس عبادت را به غیر الله انجام داده است. مراجعت یعنی اطاعت به حکم غیر الله میکند. اطاعت عبادت است. وقتی که به حکم غیر الله، به سودهای این دنیوی، قانونهای وضعی، دموکراتی، علمانی، لیبرالی گذاشته شده، مردم میروند و مراجعت میکنند، از مشکلهای خود در اونجا پیشکش میکنند، حل و فصل به سبب همین قانونهای گذاشته شده بشر میکنند، دانند که عبادت را به غیر الله انجام دادند. اطاعت را به غیر الله انجام دادند. اطاعت عبادت است. عبادت را به غیر الله انجام دادند. مشرک شدند. پس البته مراجعت کردن به این محکمه های طاغوتی تفصیلات خود را دارد، لیکن اصلش این شرک اکبر است. برای همین احتیاط باشید. هر کسی که از این قانون ها دفاع میکند، هر کسی که این قانون ها را می آموزد، هر کسی که حیات و مرگش همین قانون است، هر کسی که قانون میبرد، هر کسی که به این قانون ها حکم میکند، هر کسی که حلال و حرام میکند، اینها همه مشرکند. البته در بعض جانب در شرک ربوبیت، در ربوبیت واقع شدند، در شرک ربوبیت، و در بعض حالات در الوهیت. بارک الله فیکم. یک قاعده رو میخواهم در اینجا بیان بکنم. این چنین علما میگن که تحقیق توحید الالوهیه یحصل بامرین. تحقیق نمودن توحید الوهیت با حاصل شدن دو امر به وجود می آید. ما به شما در اولی حلقه شروع کردیم حقیقت الوهیت چیست گویان. حالا به شما بیان میکنیم که همان وقت توحید الوهیت حقیقتش حاصل می شود که دو امر، دو چیز به وجود آید. اول امر یکمی که باید به وجود آید. وقتی که همین به وجود آمد و امر دوم وقتی که هر دوش به وجود آمد، توحید به وجود میاد. یکمین چیزی که تحقیق توحید رو به وجود میارد، تحقیق توحید الوهیت را، عبادت نمودن الله سبحانه و تعالی یگانه خودش، تنها و یکتا و یگانه عبادت کردن الله. یک و همین امر یکم، یعنی همین شرط یکم با خودش دویم قاعده رو دارد که بما شرع لنا رسوله، و عبادت کردن الله به همان شریعتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر دادند. پس هر کسی که یگانه الله را عبادت کند و عبادتش موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، یعنی دو رکنی عبادت را انجام دهد، یکمین قدم برای تحقیق نمودن توحید الوهیت را گرفته است. دومین امر، دومین چیزی که برای تحقیق نمودن توحید الوهیت ضرور است و به این توحید الوهیت به جا نمی آید، این براءت من عبادت غیری، براءت نمودن از عبادت غیر الله. براءت نمودن چی؟ اعتقاد کردن به این که عبادت غیر الله باطل است، ترک کردن عبادت غیر الله، تکفیر کردن کسانی که غیر الله را عبادت میکنند، در حالت قدرت و توانایی نابود کردن طاغوت ها، دشمنی کردن و بغض و عداوت داشتن نسبت اونها، سب و دشنام اونها، و کفر به طاغوت ورزیدن.
پس هر کسی که این دو چیز را به وجود آورد دانید که توحید الوهیت را تحقیق نمود. بار دیگر میگویم شاید بعضی از شما خودش اندیشه کند و خود به خود سوال کند که ما چکار کنیم که توحید الوهیتمون به وجود آید 100% شود و ما از جمله موحدین در توحید الوهیت باشیم. دو زینه دارد، زینه اول زینه دوم. یا دو چیز را باید به وجود بیاورید. یکمینش عبادت کردن یگانه الله و همین عبادت را موافق سنت رسول الله انجام دادن. یکمینش دو چیز دارد، عبادت کردن الله و موافق سنت. و دومین چیزی که با همین توحید الوهیت تحقیق می شود براءت نمودن از عبادت غیر الله و کفر بالطاغوت را به وجود آوردن. یکی اش بدون دیگرش کافی نیست. یعنی یک کسی بیاید و بگوید که من یگانه الله را عبادت میکنم، موافق سنت الله را عبادت میکنم، اما براءت از عبادت غیر الله ندارد، براءت از مشرکین ندارد، کفر بالطاغوت ندارد. آیا همین کافی است؟ آیا میتواند که موحد باشد؟ آیا میتواند که بگوییم که این توحید الوهیت را تحقیق کرده است؟ نه والله نه. برای اون که به اجماع علمای اهل سنت و الجماعت که نقل میکنند این است که کفر بالطاغوت، براءت نمودن از عبادت غیر الله و از مشرکین و کفر بالطاغوت، این ملت ابراهیم است و این سبحان الله اصل دین است و رکن لا اله الا الله است. و هر کسی که کفر بالطاغوت ندارد، براءت از مشرکین و عبادت غیر الله ندارد، این موحد نشده است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 256 میگه فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت کفر ورزد و بعد از این ایمان به الله بیارد، بعد از این قبول است. پس هر کسی که یکی از این دو چیز را، دو امر را که به واسطه این دو چیز تحقیق توحید الوهیت به جا می‌آورد، یکی اش را ترک کند، او کافر است. همین را عمیق باید دانید. هر کسی که عبادت الله یگانه چیز را، یگانه عبادت الله کردن را ترک کند، بالکل عبادت را ترک کند، کافر است. برای اون که جنس عبادت رو هر کسی که در نزد اهل سنت و جماعت ترک میکند کافر است. در نزد مرجئه کافر نیست، اما در نزد اهل سنت و جماعت هر کسی که جنس عمل رو مطلقاً ترک میکند کافر است. نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، زکات نیست، هیچ چیزی نیست، کافر است. یا هر کسی که عبادت کند اما باز بعد از عبادت الله غیر الله هم با همراهی الله عبادت کند. الله را عبادت میکند، با یک مزار پرستی و ساحر پرستی و جن پرستی میکند، باز مشرک است. برای اون که یگانه باید الله را عبادت کند. یک کسی اومد یگانه الله را عبادت کرد، اما عملهایی که انجام میدهد موافق سنت نیست، خلاف سنت است، بدعت است، مبتدع است. پس این انسان تحقیق توحید الوهیت نکرده است. اگرچه یعنی بدعت‌هایش به درجه کفر نرسیده باشد، ما این رو کفر نگوییم، هم این در توحید الوهیت تحقیق توحید الوهیت رو به جا آورده است. اما بعضی از بدعت‌های هست که کفر است و شرک است، شاید کافر شود. یک انسان اومد یگانه الله را عبادت میکند، غیر الله را عبادت نمیکند و با همراهی الله چیزی را هم عبادت نمیکند، تمام عملش موافق سنت است، همه عبادتش موافق شریعت است که رسول الله خبر دادند، موافق سنت است، اما براءت از عبادت غیر الله ندارد. عبادت غیر الله هم میبینید که خودش انجام نمیدهد، اما اعتقاد میکند که خیر دیگرو کردن گرند، به من فرقی ندارد میگه. یا که میگه که من این کسایی که عبادت غیر الله را میکنند هیچ چیزی نمیگم، اونها هم حق هستند، میگه من به اونها کاردار نیستم، میگه من به اونها براءت نمیکنم، کارم نمیدارم، و هم مسلمانند و غیر و غیر. این انسان باز مشرک است. انسان باید عبادت الله را انجام بدهد، باید عبادتش و عملش موافق سنت باشد و باید براءت از مشرکین داشته باشد و از شرک داشته باشد. و هر کسی بگوید که من کفر بالطاغوت نمیورزم، یعنی هر کس عبادت الله را انجام میدهد، موافق سنت عمل میکند، براءت از شرک میکند، براءت از
مشرکین میکند اما کفر به طاغوت ندارد، به طاغوت ها کفر نمیورزد، باز کفر است. پس این دو چیز است، اما وقتی که تقسیم میکنیم 4 چیز میشود: عبادت الله، عمل کردن موافق سنت، براءت نمودن از عبادت غیر الله و کفر ورزیدن بر طاغوت. براءت نمودن از عبادت غیر الله یعنی هم براءت نمودن از مشرکین در زیر این داخل می شود. و همین 4 چیز که به 2 قسم تقسیم می شود، ما که دو چیز گفتیم، 2 امر که به 4 یعنی چیز تقسیم می شود، یکیش از دیگرش کافی نیست، باید هر 4ش به وجود آید، هر 2 قسمش و هر 4ش به وجود آید. هر کسی که یکی از اینها رو ترک کرد کافر می شود. سبحان الله، سبحان الله. پس از همین جهت باید یک کسی که خود را مسلمان میگوید باید احتیاط باشد و همیشه کوشش بکند. باید بدانید که همین الوهیت به خودش رکن‌ها دارد و الوهیت به وجود می آید از 4 رکن و بگیم الوهیت 4 رکن دارد و در بالای 4 رکن قائم می شود و الوهیت صحیح نمی شود و به وجود نمی آید و کامل و پوره نمی شود مگرم با همین 4 چیز، با همین 4 رکن. این رکن‌های الوهیت است. ما پیش از این رکن‌هایی که گفتیم اون رکن‌های عبادت بود و بعد از این رکن‌ها و چیزهایی که گفتیم این برای تحقیق کردن توحید الوهیت بود. حالا ما میگیم که همین خود الوهیت در بالای چی می ایستد؟ توحید الوهیت. رکن اول این قول قلب است. قول قلب گفتیم سخن قلب، یک قسم از قلب سخن قلب. چگونه است این؟ یعنی شناختن الله و تصدیق کردن الله. رکن دوم عمل قلب است که این با تحقیق کردن اقرار به یگانگی الله و با تنهاییش به تمام نمودهای عبادتی که در قلب وجود دارد. یعنی همون عبادت‌های قلبی که هست باید همون عبادت‌ها رو یکتا و تنها به الله انجام بدید و همین رو اقرار کنید. با مانند محبت الله، رجا به الله، خوف از الله، ترسیدن از الله، خشیه، توکل، ذل بگیم، یعنی در نزد الله خودتون رو پست گرفتن و خور و زار دانستن، خودتون رو به الله محتاج دانستن و نیازمند دانستن، خضوع، سرخم کردن به الله، بزرگ شماریدن الله، رضا شدن به تقدیری که الله کرده است، رضا شدن به الله و پناه بردن به الله. این همه عمل است، این همه عمل ها و این همه عبادت است و این همه عبادت ها عبادت های قلب است، عمل قلب است. این رکن دوم است. رکن اول قول قلب، سخن قلب. رکن دوم عمل قلب. رکن سوم این سخن زبان. سخن زبان که توحید الوهیت از همین جا به وجود میاد، این نطق کردن به توحید است. یعنی نطق کردن به شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و ثنا گفتن الله، حمد گفتن الله، شکر گفتن الله، دعا کردن الله، طلب کمک کردن از الله، پناه بردن به الله که یکتا است و شریک ندارد. رکن چهارم بارک الله فیکم، این چیز عملی جسم است. چگونه به وجود میاد؟ با انقیاد کردن، یعنی با بجا آوردن عملهایی که الله امر کرده است. با مانند نماز خواندن، سجده کردن به الله، رکوع، ذبح و زکات و غیره. پس بارک الله فیکم از اینجا فهمیده می شود که توحید الوهیت 4 رکن دارد. توحید الوهیت 4 رکن دارد، در بالای همین 4 چیز قائم می شود. یعنی توحید الوهیت باید از 4 جا باید به وجود آید. اگر از یک جا به وجود آید، از یک جا نه. از زبان توحید به وجود آید، از قلب نه. از عمل به وجود آید، از قلب نه. یا از قلب به وجود آید و از عمل نه. این ناممکن است. باید توحید الوهیت از زبان قلب، سخن قول قلب، عمل قلب و عمل جسم به وجود آید. و بدونید که همین توحید الوهیت اعتقادی هست، قولی هست، عملی و فعلی است. یعنی ایمان ما خیلی که میگیم که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، توحید الوهیت عیناً مثل همین ایمان قولی هست، قول است و عمل است و اعتقاد است. یعنی توحید الوهیت هم زبانی، هم عملی،
و هم جسمی است. عملی یعنی اعتقادی است. بگیم توحید الوهیت هم زبانی یعنی قولی، هم عملی، هم اعتقادی است. زیاد کم میشد مثل ایمان. اما توحید ربوبیت مثل این نیست. توحید ربوبیت فقط زبانی و قول قلب بود، اعتقادی بود. عملی قلب هم نه، قول قلب بود. برای همین توحید ربوبیت رو ما گفتیم علمی، نظری، توحید معرفه. اما توحید الوهیت توحید عملی است، هم توحید اعتقادی است، هم توحید زبانی است. از همه جانب که ایمان میبراید، از همه جانب هم توحید بارک الله فیکم الوهیت میبراید. پس مرد مسلمان باید توحیدش رو از همه جانب خودش رو نشون بدهد. بارک الله فیکم. همین الوهیت قائم میشود بر سه اصول بزرگ. یکم بزرگ شماریدن الله و اجلالش و غایت شکستگی ذل به الله و سرخم کردن و اطاعت کردن به الله و ترسیدن از الله و شکسته بودن در نزد الله و پناه بردن به الله. سومش غایت محبت را به الله انجام دادن. وقتی که انسان الله را بزرگ شمارید، در نزد الله شکسته شد، خود را نیازمند و خوار حس کرد و از الله ترسید و پناه به الله برد و الله را دوست داشت، پس بعد از این بر بالای همین توحید به وجود می آید. از قول عملی، از قول قلب عملی قلب، از زبانش و از جسمش توحید آیسته به وجود می آید. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این موضوع به نهایت بزرگ بود. با همین این حلقه رو به پایان برسانیم و باذن الله در حلقه آینده باز دیگر مسائل را به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.